در ایران مراسم ویدا و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای را آغاز کردند. او چندی از اعضای عائله‌اش و یک عده منصبداران بلندپایه ایران روز 28 فوریه در روز اول حمله‌های آمریکا و اسرائیل به هلاکت رسیده بودند. خامنه‌ای بیش از 30 سال اخیر ولی فقیه یعنی پیشوای روحانی جمهوری اسلامی ایران بود. جسد یا پیکر او صبح 3 ایول به مصلی تهران، بزرگترین مکان نمازگزاری ساکنان پایتخت ایران، انتقال یافت. پیش بینی می شود که هیئت‌های خارجی بر رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادای احترام کنند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم روز جمعه با سفری به گفته مقامات کاری به تهران رفت. وبسایت پرزیدنت نوشت در این سفر امامعلی رحمان را وزیر کارهای خارجی، وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب، رئیس کمیته دین و شخصان دیگر رسمی همراهی دارند. مسئولان جمهوری اسلامی برنامه یک هفته‌ای ویدا و خاکسپاری خامنه‌ای را تهیه نموده امیدوارند که در آن میلیون ها نفر اشتراک میکنند. طول 10 ساله‌های حکمرانی خامنه‌ای بسیاری از ایرانیان با سرکوب، تعقیب سیاسی و اجتماعی، تهدید، بازداشت و حبس روبرو بودند. بعضی‌ها خبر مرگ او را با شادمانی در مظهر آن پذیرفته با حکم‌های وزنین و حتی تهدید اعدام مواجه شدند.